جمع و تفریق دو عدد اعشاری هستش که از 4 روش حل می‌کنیم. همونطور که اینجا براتون نوشتم 3 ممیز 1/10 به علاوه 2 ممیز 7/10 دو تا عدد اعشاری داره با هم جمع میشه و از 4 روش براتون حل می‌کنم. روش اول میگه که 3 ممیز 1/10 رو بیایم بگیم 31/10، یعنی ممیز وسطش رو برداریم بگیم 31 بر روی 10 به علاوه 2 7/10 میشه 27/10 مساوی. حالا مخرج ها مساوی شدن، یه مخرج مساوی رو می‌نویسیم، صورت ها رو با هم جمع می‌کنیم میشه 58/10 یا 5/8 که به صورت عدد اعشاری می‌نویسیم 5/8. روش دیگه اینه که همین 3 ممیز 1/10 به علاوه 2 ممیز 7/10 رو به شکل عدد مخلوط می‌نویسیم، یعنی این بغل و کنار عدد اعشاری که عدد صحیح داره اینا رو به صورت عدد مخلوط می‌نویسیم. میگیم 3/1/10 به علاوه 2/7، یعنی به صورت عدد مخلوط می‌نویسیم. بعدش میایم عددهای صحیح رو با هم جمع می‌کنیم، 3 و 2 رو با هم جمع می‌کنیم میشه 5. حالا نوبت کسرهاست. کسرها میگیم مخرجش مساویه، یه مخرج مساوی رو می‌نویسیم، صورت‌ها رو با هم جمع می‌کنیم، 1 و 7 رو با هم جمع می‌کنیم میشه 8. بازم میشه 5/8. نتیجتاً میگیم به جواب 5/8 میرسیم. در روش سوم همین 3/1/10 به علاوه 2 ممیز 7/10 رو به این شکل می نویسیم که عددهای همینجا که هست و شما می بینین عددهای صحیح رو یعنی 3 و 2 رو میایم اینجا جمع می کنیم میشه 5 و با ممیز 1/10 با عدد اعشاری عدد اول رو بهش میدیم، یعنی 3 و 2 شد 5 ممیز 1/10 به علاوه عدد اعشاری عدد دوم رو یعنی همین 7/10 رو جدا میاریم با این جمع میکنیم که بشه 5/8. بازم نتیجتاً به 5/8 میرسیم. فقط باید دقت کنیم که تو جمع‌بندی عددها و عددهای صحیح زیر عدد صحیح و عددهای اعشاری زیر عددهای اعشاری باشه. به این صورت یعنی 5/1 به علاوه 7 و بشه جمع کرد 7 تا 8 ممیز زیر ممیز 5 بازه میشه 5/8. و روش چهارم اینه که ما بیایم عدد و رقم و حروف رو با هم دیگه متصل کنیم، پیوند بدیم، با هم دیگه بیاریم، یعنی 3 ممیز 1/10 به علاوه 2 ممیز 7/10 رو به این صورت بنویسیم. یه جورای شبیه روش اول که میگیم 31/10، یعنی بگیم 31 رو عددی یا رقمی بنویسیم اما 10 رو به صورت حروفی بنویسیم، بگیم 31/10 به علاوه 27/10، یعنی مخلوطی از عدد و حروف، رقم یا حروف باشه، مساوی با هم جمع بشه 58/10 یا 5/8.